بنابراین انسان باید نواقض الاسلام را تعلیم گیرد. هر عمل هایی که اسلام انسان را میشکند، هر عمل هایی که اگر از انسان صادر که شد نعوذ بالله انسان کافر می شود، از این عمل ها باید انسان خودداری کند و برای آنکه خودداری کند آن عمل ها را باید داند کدام عمل ها باعث می شود، سبب می شود که انسان از دایره اسلام بیرون می شود. مانند حرام کردن حلال کرده های الله تعالی. هر چیزی که الله تعالی حلال کرده است، کسی اگر حرام گوید کافر می شود. یا کسی که اگر حرام کرده های الله تعالی را حلال گوید کافر می شود. یا به خبرهای الله تعالی شک کند یا رد کند، گوید که مثلا قیامت نمی شود، یا اینکه جنتی روی دنیا همین کشور ما هست دیگه جنت نیست، گفت جنت انکار کند یا دوزخ انکار کند یا فرشته را انکار کند یا پیغمبری را انکار کند یا سخن الله تعالی را انکار کند یا یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر بد بیند، اگرچه با زبانش چیزی نگویدم، ریش بد بیند، حجاب بد بیند که فرض الهی است، و کافر میشد. بنابراین خیلی عملها بعض علما نواقض الاسلام 10 تا هست میگن، این کم است، 10 تا نیست، یعنی مشهورترینش 10 تا هست، بسیار صادر شده شوندهش 10 تا هست، اما نواقض الاسلام خیلی زیاد است، یعنی عملهایی که دین اسلام رو میشکند.